دقت کردین چرا بعضی زیتون‌ها سبزن و بعضی‌ها سیاه؟ آیا دو مدل متفاوتن یا یکی سالم‌تره؟ این ویدیو قراره یکی از بزرگترین سوء تفاهم‌های غذایی رو براتون روشن کنه. اول از همه باید بگم که زیتون سبز و سیاه دقیقاً از یک درخت به وجود میان و نوعشون متفاوت نیست. تفاوت اصلی فقط زمان برداشته. زیتون سبز یعنی میوه هنوز نارس و سفته. زیتون سیاه یعنی میوه کاملا رسیده شده و رنگش از سبز به بنفش و بعد به سیاه تغییر کرده. زیتون سبز به خاطر اینکه نارس و سفته طعمش هم تلختره، ولی زیتون سیاه نرمتر، روغنی‌تر و تلخی خیلی کمتری داره، چون در طول رسیدن میزان تلخی طبیعی میوه کم میشه. از لحاظ مواد مغذی هر دو فوق‌العاده سالمن، ولی تفاوت‌های کوچیکی دارن. زیتون سیاه چربی‌های سالمش بیشتره و آنتی اکسیدانش هم خیلی بیشتره، چون میوه کاملا رسیده. در مقابلش زیتون سبز به خاطر نارس بودنش تو آب نمک غلیظ خوابونده میشه، بنابراین سدیمش خیلی بیشتره. پس به طور خلاصه زیتون سیاه مغذی‌تر و نرمتره و زیتون سبز کمچربتر و شورتره. و حواستون باشه که اگه فشار خون دارید، زیتون سبز شور اصلاً انتخاب خوبی نیست. اگه این ویدیو براتون مفید بود، سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندید.